برای دخترت خواستگار اومده. اشتباه بیشتر خانواده ها اینی که فقط دنبال شغل و ماشین پسر هستن. قبل از هر چیز این 5 تا مورد رو با دقت بررسی بکن. اول از همه ثبات هیجانی پسر، ببین زود عصبانی میشه یا کنترل داره. دوم نحوه برخوردش با پدر و مادر خودشه. چرا؟ چون همون رفتار رو با دختر شما هم تکرار میکنه. سوم که توان گفتگو توی اختلافات رو داره، سکوت میکنه یا بلد گفتگو بکنه. چهارم که نگاهش به نقش زن و مرد توی زندگی چطوریه، برابری یا سلطه‌گریه. پنجم هم بلوغ عاطفی و مسئولیت پذیریه، زیر بار مسئولیت میره یا فرار میکنه. عملا میتونیم این مرد عمله یا فرار از مسئولیت رو داره. این 5 نکته چک کن، بعد درباره شغل و درآمدش هم حرف بزن. حالا اگه خواستی بدونی که چطور این سوالات رو توی جلسات خواستگاری بپرسی، توی کامنت بنویس، برام میخوام یاد بگیرم.